بسم الله الرحمن الرحیم. وقت همگی بخیر باشه. خب دوستان، من ابتدا خودم رو معرفی کنم. مسعود پورکیانی هستم، دکترای مدیریت دولتی، گرایش سیاستگذاری عمومی. سیاستگذاری عمومی یعنی قانونگذاری. نزدیک به 30 سال کار تدریس رو دارم در دانشگاه‌های مختلف و رشته مدیریت. لیسانس رو دانشگاه باهنر گرفتم، شهید باهنر کرمان. کارشناسی ارشدم رو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و دکترام رو واحد علوم و تحقیقات تهران. تا الان که اینجا در خدمتون هستم نزدیک به 700-800 تا مقاله رو چاپ کردم که از اینها 130-140 تا ISI هست، نزدیک 30 تا 40 مقاله علمی پژوهشی هست و بقیه اونها هم علمی ترویجی است که در همایش‌های داخل ایران و خارج ایران در واقع چاپ شده. 8 کتاب رو تألیف کردم که الان در بازار موجود هست، چاپ شده و عرض کنم خدمتتون که طرح‌های تحقیقاتی زیادی رو هم برای مؤسسات مختلف صنعتی، آموزشی، دانشگاهی انجام دادم. نزدیک به تقریباً 200 راهنمای پروژه کارشناسی بودم، نزدیک به 500 تا 600 تا راهنمای کارشناس ارشد بودم و نزدیک به 60 تا 80 تا هم که الان بعضیش در دست اقدام هست استاد راهنمای دانشجوهای دکترای رشته مدیریت بودم و هستم. خب دوره‌های آموزشی متفاوتی رو در سازمان‌های مختلف و شرکت‌های مختلف برگزار کردم. یکی از این دوره‌ها هم اصول سرپرستی است که در خدمت بسیاری از سازمان‌ها و دوستان بودیم و هستیم و می‌خواهیم همه عزیزان را با مفاهیم صحیح مدیریت، روش‌های صحیح مدیریت آشنا کنیم و اصول مدیریت رو که لازمه کار مدیران و سرپرستان هست اینا رو یادآوری کنیم تا سازمان‌های ما شکل و شمایل خوبی به خودشون بگیرن و روش‌هایی رو به کار بگیرن که باعث افزایش تولید، بهره‌وری و کارایی در اصطلاح سازمان میشه. خب دوستان، شروع میکنیم بحثمون رو با مفاهیم اولیه و ابتدایی مدیریت. ببینید، ما وقتی که میخوایم مدیریت رو تدریس کنیم 10 سطح تعریف میکنیم دوستان. 10 سطح برای مدیریت تعریف. سطح اول مدیریت توجیهی است، یعنی همین سرپرستان ما هستن در واقع. و دوره‌های بعد مدیریت پایه سطح 1 هست، پایه سطح 2 هست، پایه سطح 3 هست، مدیریت توجیهی میانی هست، بعد مدیران میانی سطح 1 هست، مدیران میانی سطح 2 هست، مدیران میانی سطح 3، بعد مدیران عالی و آخرین دوره ما هم مدیریت استراتژیک هست که برای مدیران رده بالا، وزرا، رئیس جمهور، معاونین اونها، مدیر عاملها و مدیر کلها در واقع اینها برگزار میشه. به همین دلیل وقتی که ما این دروس رو تعریف میکنیم برای سطوح مدیریت، مبنای کار بر اینه که همه کسانی که میخوان در سمت‌های مدیریتی قرار بگیرن باید از پایین ترین رده مدیریت آغاز کنند و پایین ترین رده مدیریت در سازمان ها سرپرستان یا مدیران عملیاتی و اجرایی هستند که در این سمت قرار میگیرن و بعد اصول اولیه مدیریت رو آموزش میبینن و بعد همین مدیران به سطوح بالاتر ارتقا پیدا میکنن. سرپرستان میشن رئیس، رئیسان میشن مدیر، مدیران میشن معاون، معاونین میشن مدیر عامل یا مدیر کل، میرن معاون وزیر و بعد در نهایت هم بالاترین رده از کنم مدیران اجرایی ما رئیس جمهور است که در سلسله مراتب مدیریت در واقع
جایگاه خاص خودشون رو دارن. همه این سطور رو که شما در نظر بگیرید، از پایین ترین رده تا بالاترین رده، باید با مفاهیم صحیح مدیریت، روش هایی که امروز در دنیا داره استفاده میشه و سازمان هاشون رو با اونجایی که باید برسونن میرسونن. شما وقتی نگاه میکنید میبینید خیلی از سازمان ها دوستان امروز خیلی پیشرفت کردن، زبان زد همه هستن، کشورها همینجور و افراد هم همینجور. اینها کسانی هستند که از این روش ها، مفاهیم و فنون مدیریت به درستی استفاده کرد. به همین دلیل ما این مطالب رو که مطرح میکنیم دوستان، این مطالب علمی است. کاری هم به این ندارید که دیگران چیکار میکنن، فلانی چجوری مدیریت میکنه، فلانی چجوری سرپرستی میکنه. هر کسی که غیر از این مطالبی که حالا اینجا گفته میشه که اینا همش مباحث علمی هم هست، کار دیگری بخواد انجام بده، اون برها یک روش خاص خودش برای خودش هست. آنچه که ما الان اینجا میگوییم و برای شما مطرح میکنیم دوستان، روش های صحیح مدیریت است. کسانی که میخوان مدیران کارآمد، بهره‌ور، تولیدمدار باشن، خب لازمش اینه که از این روش ها، سبک ها، فنون، تئوری ها، مدل ها، تکنیک ها استفاده کنن. به این نکته هم خدمتتون بگم که در مدیریت و سازمان هیچ نکته ای نیست، هیچ مفهومی شما در سازمان ندارید که مدیریت براش راهکار نداشته باشه، براش مدل نداشته باشه، براش فرایند تعریف نکرده باشه، براش تئوری نساخته باشه. خب لازمه مدیریت به هر حال در سازمان این هست که ما از این روش ها استفاده کنیم دوستان، تا اون چرا که بحث تولید هست، دغدغه همه ماها در سازمان ها دوستان امروزه تولید است و همه آنچه را که میخونیم در سازمان ها، تمام دوره‌های آموزشی ها، نه تنها این دوره، برای افزایش تولید بهره است. خب با توجه به این مقدمه که خدمتتون عرض کردم، مباحث بعدیمون رو ادامه میدیم تحت عنوان ضرورت و اهمیت مدیریت در سازمان.